بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام قدس الله روحه و طیب ثراه در عقیده واسطیه گفتند که و من اصول اهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الاولیاء، از اصول اهل سنت و الجماعت این است که تصدیق کردن کرامات اولیا. کرامات جمعی کرامت یعنی اکرام و احترام. اولیا جمع کلمه ولی. ولی دوست ترجمش. اولیا دوست ها. مراد از اولیا یعنی دوستان الله تعالی. الله سبحانه و تعالی که ها دوستانش است در سوره یونس بیان کرد، گفت که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید دوستان الله تعالی، اولیای الله تعالی شخصیت های هستند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینها شخصیت هایی که وقتی مرگ الله سبحانه و تعالی ما را استوار و ثابت قدم گرداند در آن لحظه، بسیار وقتی نازک هست. شیطان هم با تمام قوتش آمده دعوت میکند که تا اینکه بنده از دنیا کافر گذرد. و دعای پیغمبرها و دعای صالحان این است که توفنی مسلما و الحقنی بالصالح، مرا از این دنیا مسلمان میران. بنابراین در همین لحظه به اولیای الله تعالی گفته میشد که لا خوف علیکم، برای شما خوف نیست. این از جانب فرشته ها میشه اگر خطاب شود و خود آنها و چخیلی که در این سوره الله تعالی خبر میدهد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای شخصان اولیای الله وقتی مرگشان خوف نیست. خوف از چی؟ خوف از آن چیزایی که در پیش آنها را منتظر است. در پیش اول سپاریدن جان است، سپس به سپار شدن به سوی قبر است. بعد از آن وقتی که به قبر گذاشته می شوید سؤال منکر و نکیر هست. منکر و نکیر میگویند اکثر مردم عامه و اکثر اهل علم، لیکن بعضی علما میگویند که منکر و نکیر است قول صحیح. خب وقتی که منکر و نکیر سؤال میدهد آیا بنده از این امتحان میگذرد یا نمیگذرد، یک خوف است در پیش، عذاب قبر است. سپس تا روز قیامت زندگی در قبر، حیات برزخ، سپس روز جزا، زنده شدن دوباره روز قیامت با امر الله تعالی، سپس 500 سال در موقف در محشرگاه راست ایستادن، سپس آمدن الله تعالی و حساب و کتاب. این منظره هایی است که پیغمبرها را به ترس آورده بود. پیغمبرها روز قیامت می ترسند. یعنی وقتی مرگ انسان بین خوف از مستقبل است، آینده ای من چی می شود، و بین غمگینی از این زن و فرزندانی که حالی به بلاغت نرسیدیند، فرزندانی که خانه‌دار نکرده است، قرضهایی که صاف نکردگی بود، داد و گرفتایی که وصیت کردن به دیگه فرصت نیافت. اگر همین وقت به یک بار مرگ بیاد انسان هم غمگین میشد هم میترسد. غمگین از گذشته، غمگین به امور دنیا و مال دنیا و خویشاوندان میشود، میترسد از دهشت و وحشت قبر و قیامت. الله تعالی چی میگوید؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید اولیای الله تعالی شخصیت های هستند که آنها نه خوف دارند از پیش از عذاب قبر و قیامت و نه به قفا غمگینی دارند. آنها کی هستند؟
الله تعالی که الذین آمنوا و کانوا یتقون، اولیای الله تعالی اونایی که ایمان آوردند و تقوادار هستند. و ببینید دو صفت است. اولیای الله تعالی فقط خاص صوفی ها نیست، خاص پیران آنها نیست. هر یک بنده مؤمنی تقوادار اولیای الله تعالی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. گاها گفتند یه بنده مویها شانه نکرده، لباسهاش خاکالود، مدفوع بالابواب، در زیر درها دفع کرده میشد. مردم به خانهشون تکلیف نمیکنند. آمده است گوییم خیلی میگن منتظر شود یا رود، قبول نمیکنند. خواستگاری رود تحقیر میکنند. لو اقسم علی الله لابره، اگر به نام الله قسم خورد الله قسمش را اجرا میکند. همین اولیا است. بنابراین حضرت ابو نعیم اصبهانی یک کتاب نوشتن، حلیة الاولیاء نامش. در همین حلیة الاولیاء نامهای اولیاها را ذکر کردند، کیها اولیا هستند و چه صفتهایی داشتند. اولیای رقم 1 ابوبکر صدیق ذکر کردند، بعد عمر ابن الخطاب، بعد عثمان، بعد حضرت علی، بعد باقی مانده 10 یاران بهشتی و همین خیلی دیگر صحابه ها، بعد تابعین، بعد تبع تابعین، بعد امام ها و علما. بنابراین بعضی علما میگفتند که اگر عالم ها، طالب علم ها اولیای الله تعالی نباشد دیگر الله تعالی اولیا ندارد میگفتند. و در این آیت الله تعالی برای ما بیان کرد که اولیا کی است. الذین آمنوا، آنهایی که به الله تعالی و به روز قیامت و هر چه خبری که الله تعالی خبر داده است ایمان آوردن، و کانوا یتقون، و تقوادار هستند. تقوا را ما در درس های گذشته تعریف آن را بیان کردیم که بهترین تعریفی که بیان شده است تعریفی طلق ابن حبیب. گفتند که تقوا الله ان تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تقوای الله چی است؟ اینکه الله تعالی را عبادت کنی با علم، به علم نه. آن چیزی، آن عملی که اجرا میکنی علم داری که همین سپارش الله تعالی است، سپارش جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. علم داری بعد میکنی. و با کدام مقصد میکنی؟ ترجو ثواب الله، مقصدت از همین اجرای عمل ثواب الله تعالی را امید کردن، نه غرض دنیاوی، نه مشهور شدن، نه آبرو گرفتن، نه پول یافتن، با مقصد ثواب. و ان تترک معصیت الله، و اینکه گناه را ترک کنی علی نور من الله، با علم ترک کنی. دانی که الله تعالی همین کار گناه اعلان کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همین کار گناه است بعد ترک کنی، نه اینکه از پیش خودت به نظری من همین گناه است ترک کنی. نه، با علم داشته باشی. علی نور من الله تخاف عقاب الله، مقصودت هم از ترک همین عمل خوف الله تعالی باشد، نه خوف بیماری. مثلا عرق میخوری بیمار میشی، یا مواد مخدر استفاده میبری کم بغل میشی. از این چیزا ترسیده اگر نخورد انسان و تقوادار نیست. خالص به ترس الله تعالی از عذاب الله تعالی هم در دنیا هم در آخرت اگر ترسیده ترک کند، این تقوا هست. خلاصه کدام مؤمنی که به تقوا باشد و دوستی الله تعالی است. چخل کنیم که اولیای الله تعالی شیم؟ بهترین راه اول با فرض ها. از همه بزرگترین عملی که انسان به الله تعالی نزدیک میشد فرض. مثلا 2 رکعت فرض بامداد، فرض پیشین، فرض عصر، فرض شام، فرض خفتن، بعد سنت ها، بعد نافله ها. یعنی غیر از این سنت هایی که مثلا 2 رکعت سنتی بامداد و 6 رکعت سنتی پیشین و 4 رکعت سنتی پیش از عصر و 2 رکعت سنتی بعدی شام و 2 رکعت سنتی خفتن و 3 رکعت ویتر، غیر اینها باز 8 رکعت تهجد که با ویتر 3 رکعت ویتر 11 رکعت میشد. ضحی از 2 رکعت تا 8 رکعت،
وقتی که آفتاب که برآمد سحر خیسید پیش از آن که به کار میرید 2 رکعت هیچ گپی ندارد، یا 4 رکعت مثلا نماز ضحی میخونید، اینها نافله هست. این چنین روزه رمضان فرض است، پنجشنبه دوشنبه اگر روزه دارید نافله هست. ذکرها نافله هست اکثریتش، اضافتا ذکر میکنید، نماز میخونید، قرائت قرآن میکنید، اینها ذکرهای نافله هست. صدقه زکات فرض است، صدقه های نافله میکنید، به نافله به الله تعالی نزدیک میشید. الله تعالی گفت که بنده به یگان عبادت به الله تعالی نزدیک نمیشد مثل فرض. سپس بهترین عملی که بنده رو به الله تعالی نزدیک میکنه نافله ها. وقتی که بنده نافله ها رو اضافه کردن میگیره، زیاد کردن میگیره، حتی الله تعالی بنده را دوست میدارد. وقتی که دوست داشت دیگر گوش و چشمی بنده میشود. دیگر الله تعالی میگه که لئن سألنی لأعطینه، بنده اگر دوستی من شود بعد هر چیزی که از من پرسید من میتیم، هر چیزی که پناه طلب کرد از هر یک بدی من در پناه هم میگیرم. در این حالت بنده اولیای الله تعالی میشد. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که از اصول اهل سنت و الجماعت این است که تصدیق کردن کرامات اولیا، یعنی راست گفتن، باور کردن به کرامات اولیا. کرامات اولیا چی است؟ کرامات اولیا الله تعالی اولیای خود را احترام میکنه، اکرام میکنه، در دنیا اکرام میکند که این اکرام کردن الله تعالی واقعا برای بندگانش فایده دارد. ایمانش گشته زیاد میشود، محبتش به این دین و دیانت زیاد میشود. و ما یجری الله علی ایدیه من خوارق العادات. آن کرامات اولیا چی است؟ آن عملهایی که الله تعالی به واسطه دست آنها اجرا میکند. من خوارق العادات، از عادتهای خوارق، یعنی عادتهای عادی غیر عادی. چخیل فی انواع العلوم و المکاشفات. یکم قسمش در نوعهای علم ها میشد. اینو اهل علم میفهمد. مثلا الله سبحانه و تعالی اگر بنده ولی الله تعالی شود 1 ساعت میخواند، بعضی بنده ها 10 ساعت میخواند، چیزی که دریافت نمیکند این بنده الله تعالی دریافت میکنه. یک سخنهایی رو در کتاب مییابد که آبی چشمش میبراید، یک سخنهایی رو مییابد که به خواهش همین خیل زبانش در حق مصنف کتاب دعا میکند و در به الله تعالی شکر میگوید که همین مسئله من چندین وقت میکافتم الله تعالی برایم آسان کرد. مکاشفات یعنی کشف میشه بعضی مسئله هایی که نمیفهمید، دیگرهای میپرسید اونها هم جوابی دقیق داده نمیتونستن. الله تعالی علم میدهد، فهم میدهد. چه خیلی گفت که ففهمناه سلیمان، ما به سلیمان فهم دادیم. ببینید و کلا آتینا، هم برای سلیمان هم برای داود علم و حکم دادیم. هر دوی آنها هم اهل علم بودند، عالم بودند، قاضی بودند، حاکم بودند. ولیکن ففهمناه سلیمان، ما به سلیمان اضافتا به علم فهم دادیم. علم دانستن یک چیز علی ما هو علیه فی الواقع، طبق واقع یک چیز دانستید، اگر همون علم شما با واقعیت درست بیاید همون علم است. لیکن فهم دیگر چیز است. فهم اضافتا بر علم است که این کرامات اولیا هست. یعنی برای چی الله تعالی به یک بندش فهم داد، فهم عمیق داد، فهم چقور داد. یک حدیث به 2 طالب علم دهید، به 2 عالم دهید، یک عالم از یک حدیث 2-3 مسئله میبرارد، یک عالم ممکن از یک حدیث تا صدها، 200ها، هزارها مسئله میبرارد. فهمش زیاد است. وقتی که آیت را دلیل میبرد میگوید که این آیت به این مسئله چه علاقمندی دارد میگوید، لیکن فهمش چقور است. همین علم است، همین داد الله تعالی هست. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی حکمت داده شود و خیر بسیار داده شده است. بهترین نعمت الله تعالی علم است. بنابراین به بنده و الله تعالی وقتی که به درجه اولیا رسید فهم میدهد، کشایش در علم میدهد،
مسئله هایی که دیگرها نمیفهمند برای چی یک عالم از دیگر عالم فرق میکند. حتی بعضی مسئله هایی هست که شما همون مسئله میدانید، بارها خواندید، حفظ کردید، شنیدید، از دیگر عالم ها شنیدید، یکی از یک عالم میشنوید به شما تاثیر میکند یا با یک دقت عجایب گوش میکنید. این چی فرقیت؟ یعنی فرقیت بیهوده نیست. او برای آنکه در نفس خودش یکی آنها اولیاتر است، ولی به الله تعالی نزدیکتر است. وقتی که بنده به الله تعالی نزدیک میشد، الله تعالی برای او علم میدهد، من انواع العلوم و المکاشفات، خیلی های علم میدهد، از دیگر علم ها با خبر میکند. مکاشفات، بعضی چیزهایی که به دیگر آدم ها معناهایش مخفی هست، الله تعالی میکشاید. این کرامات اولیاء است. احترام الله تعالی هستین و انواع القدرت و تأثیرات. دوم قسمش این فعل است، یعنی قدرت و تأثیر میکند، یعنی اثر میگذارد. کالمأثور عن سالف الامم فی سوره الکهف و غیرها، مانند آنه که از امتهای گذشته برای ما خبرش آمده است با روایت های صحیح، چه که در سوره کهف آمده است و غیر سوره کهف از گذشتگان. الله سبحانه و تعالی بعض قصه ها را نقل کرده است که الله تعالی اصحاب کهف را 309 سال در غار خواب کردند و بدنهای آنها را زمین نخورد. بعد 309 سال با بیدار شدند. این کرامات اولیاء هست. اونها پیغمبر نبودند که معجزه گوییم، اونها آدم‌های یگانه پرست بودند. وقتی که شاه زمانشان وارد شد، مردم سجده میکردند به درآمد و قدوم پادشاه. آنها سجده نکردند، 7 نفر بودند. بعد پرسید که اینها کی هستند؟ گفتند که ما فقط به الله تعالی سجده میکنیم، غیر الله تعالی به دیگر کسی از مخلوقات سجده نمیکنیم. گفتند که بعد حکم آنها را حکم قتل داد که آنها گریختند و الله تعالی آنها را قوت داد و گریختند و به یکی از غارها پنهان شدند و در آمده خسته شده خواب کردند، خستند که 309 سال از بین گذشتگی است. این کرامات است. و غیر این و عن صدر هذه الامه، این چنین از اول این امت من الصحابه و التابعین و سایر قرون الامه، خیلی که از صحابه ها کرامات اولیاء صادر شده بود و با حدیث های صحیح اثبات شده از تابعین و غیره از دیگر قرنهای امت اسلام، و هی موجودتون فیها الى قیام الساعه، و کرامات اولیاء تا قیامت هست. بنابراین امام طحاوی هم در اعتقاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی در عقیده واسطی گفتند که و نؤمن بکرامات الاولیاء، و ما یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت این است که به کرامات اولیاء ایمان می‌بیاریم. و این چنین خیلی که الله تعالی در سوره نمل ذکر کرده است از قوم سلیمان. حضرت سلیمان وقتی که فهمیدن که ملکه بلقیس یمن یک تحت پادشاهی داشته است که بسیار تحت عظیم، حتی الله تعالی عرشی بزرگ گفت تحت پادشاهیشه. قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. حضرت سلیمان با مردم گفتن که ای مردم قوم، کدام شما عرشی ملکه سبع به نزد من میبیرد پیش از آن که مسلمان شده بیارم. خبر اومد به سلیمان که ملکه سبع دعوت سلیمان پذیرفت. حضرت سلیمان مکتوب کرد انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. این نامه از سلیمان است و این نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشد. کلانگری نکنید، مسلمان شده به نزد من بیایید. سلیمان مکتوب کردن. بعد ملکه با قومش مصلحت کرد و گفت میریم یک هدیه میبریم سلیمان علیه السلام و وام میخوریم. کنی چی میگوید؟ گفته براه بر آمدن. بعد سلیمان وقتی که خبری براه بر آمدن آنها را هدهد رسانید، گفتن که کدام شما همون عرشیه
تحت پادشاهیش به نزد من میبیارد پیش از آن که به ها رسیده بیاید. اونا عادتا به 1 ماه از یمن به کنعان به ملک سلیمان رسیده می آمدن، یعنی یک مسافه 1 ماهینه راه بود. سلیمان علیه السلام گفتن کی میبیارد؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. عفریت گفتن یک جن‌ها و دیوها اطاعت سلیمان علیه السلام میکرد. گفت که من میبیارم. گفت تا از جات خستنه. تا از جات خستن یک معنای عادیش همین شتگی باشی تا خستنته، یعنی چند ثانیه میبیارم. یک معناش این است که حضرت سلیمان سحر بعد آفتاب برآمدن به مجلس قضا می نشستند تا وقتی پیشین، یعنی بین مردم حکم میکردند. تا اجاد خستنه به معنای یعنی از زمین صبح صادق تا وقتی پیشین میبیارم. دو معنا دارد. و اینی علیه لقوی امین، و من به همین کار قوت دارم و امانت نگهدار. عرش رهنده یگانجا پنهان نمیکنم، یعنی اما هم امانت نگهدار هم با قوت. یعنی این صفتی هر یک کارگر، هر یک رئیس، هر یک وزیر، هر یک راهبر باید همین دو صفت داشته باشد. قوی در همین ساحه، متخصصی با قوت، امین امانت نگهدار. یک آدم متخصص مثلا آشپز یا مثلا پزنده ماهر است لیکن خیانتکار است، پول میدوزد نمیشد. یک آدم امانت نگهدار است لیکن تمامی وی هیچ کس نمیخورد، نمیشد. مثلا اگر پزنده گیرید یا جنگاور هم گیرید، وزیری مدافعه هست، جنگاوری زور است، خیانتکار است، یا خیانتکار نیست امانت نگهدار است و جنگاور نیست، نمیشد. باید همین دو صفت در هر یک کارگر دیده شود. قال الذي عنده علم من الكتاب، یه مرد که در نزد او علمی از کتاب بود گفت که انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، من میبیارم پیش از آن که همین میجت به تو برگردد. گفتم طرف همین است، یعنی یک میجه زده که شدنت میبیارم. گفت انا همین آدم بود، جن نبود. از این پیشنگی عفریت جن بود. الله تعالی که قال عفریت من الجن، عفریت نام جن گفت که من تا از جات خسته نمیبیارم. سلیمان علیه السلام معقول نکردن پیشنهادشه و یک آدم دیگه که در نزد او علمی کتاب بود، یعنی میگن که این آدم اسم اعظم میدانست. یعنی اسم اعظم دانستن این الکه اولیا هست. کرامات الله تعالی به همین آدم همین است که یعنی دعاش مقبول است. انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از آن که میجت به خودت برگردد من گرام میبیام. وقتی که سلیمان قبول کردند فلما رآه مستقرا عنده، همین لحظه بود که عرش ملکه سبع که عرشش در داخل 7 قبط قصر بود. اول عرش ساختگی بعد قصر ساختگی، برای آنکه از در و دروازه های آن قصرها نمی در آمد. عرشش عبارت از طلای و نقره و از سنگ های قیمت بها بود. عرش پادشاهی داشت که الله تعالی با وجود عظمتش و بزرگیش ولها عرش عظیم، اون زن عرش عظیم دارد. گفت الله تعالی اگر یک چیز بزرگ بود و بزرگ است. عرش داشت، در بالاش قصر داشت، در بالای قصر با قصر داشت، 7 قبط قصر داشت. از بین همین قدر 7 قبط قصر آفتاب به داخل قصرش می در آمد تا پیش عرشش، بعد به همه آفتاب سجده میکرد. عبادت کننده آفتاب بود که سلیمان علیه السلام به دین اسلام دعوت کرد. خلاصه سلیمان علیه السلام دیدن که عرش یعنی تحت پادشاهی بر ملکه یمن در پیششان ایستاده است. چی گفتن؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل پروردگار من به من است، یعنی این داد الله تعالی به من است. برای چی الله تعالی به دیگرهای خیلی نعمت نداد و به سلیمان داد؟ این داد الله تعالی، فضل و رحمت الله تعالی برای من است. برای چی؟ اشکر ام اکفر لیبلونی، الله تعالی با این نعمت ها میخواهد مرا امتحان کند که آیا من به عوض این نعمت های الله تعالی شکر میکنم یا کافر میشم.
یعنی ناشکری میکنم. فانما یشکر لنفسه و من شکر فانما یشکر لنفسه. کسی شکر کند و فایده خودش است، برای خودش شکر گفته است. برای اون که الله تعالی میگه که کسی شکر کرد الله تعالی زیاده میکند. لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی میگه به نعمت های الله تعالی اگر شما شکر کنید لازیدنکم، ما البته زیاد میکنم. ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما کفران نعمت کنید الله تعالی نعمت دهد، پول و مال دهد، آبروی سلامتی دهد، شما باید در گناه استفاده برید، در خدمت این دین مقدس اسلام استفاده نبرید. ولی این کفرتم، کفران نعمت کنید، این عذابی لشدید، عذاب ما بد سخت است میگوید. در اینجا وجه دلیل چی است؟ و هذا الذي عنده علم من الكتاب ليس نبيا. این آدمی که در نزد سلیمان نشسته است پیغمبر نیست. سلیمان پیغمبر اصلا عرش آورده نمیتونستن. کی میبیارد برای من؟ گفتن کی میتوند عرشش بیارد؟ و قیل انه کان یعلم اسم الله العظیم. گفته شد که همین آدم نام الله تعالی رو میدونست، اسم اعظم میدونست. فدعا الله جل و علا باسمه العظم. با اسم اعظم الله تعالی دعا کرد. فجاء العرش من اليمن في تلك اللحظه الوجيزه. از یمن عرش با تگی زمین در یک لحظه آمد و پیدا شد. این مردم با چشمانشان دیدن. در تاریخ این یک یعنی فکت است، چیزی شدگی است. بنابراین اینم به دعای حضرت سلیمان است علیه السلام. هر یک پیغمبر دعاهای پیغمبرها که قبول است، لیکن اضافتا بر این به هر یک پیغمبر الله تعالی یک دعای دادگی هست که 100% با قبولش، یعنی همین که دعا کرد الله تعالی دعاش قبول میکند. سلیمان علیه السلام همون دعا گفته بودن که و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. پروردگار برای من ملک ده که بعد من به هیچ کسی نتی. یا ملک برای من ده، ملک دنیا که بعد من به یگان کسی ندی. پیامبر علیه السلام ابلیس دستگیر کردن، شیطانی کلانی. حتی گفتن قپیدم از زبانش، تری زبانش در دستم رسید. گفتن حس کردم، خواستم به همین ستون مسجد نبوی بستمانم. کودکای مدینه اومده با شیطان بازی کند، یعنی شیطانی زنجیر پیچ قطعی. لیکن دعای برادرم حضرت سلیمان رو به خاطر آوردم. رب هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی. پروردگار برای من ملک ده که بعد من به هیچ کسی نداده باشی. از جمله ملک سلیمان اطاعت جنها به سلیمان علیه السلام بود. از جمله ملک سلیمان و علمنا منطق الطیر، ما زبان پرنده ها را داده شدیم، زبان مورچه های و حیوانات را میدانستند. همه در اطاعت ایشان بود. لشکر سلیمان بودند. در یک وقتی کوتاه کوچه ها را به جای اینکه اسفالت و منفرش کنند، از سنگ و از گیل و مثلا از لای و از این چیزا با طلا فرش کردند. دیوال ها عبارت از طلای نقره بود که این خیلی ملک دارد. نه در زمان ما نه در زمان قدیم این خیلی پادشاه ها نبود که کوچه هاش به جای منفرش شدن طلایی باشد. واقعا سلیمان علیه السلام ملک عظیم داشتن به سبب آن دعا. و آن دعا پیامبر ما آن دعاشون رو دعا نکردن، ذخیره کردن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن دعایی که الله تعالی برایشان داده بود ذخیره کردن. گفتم من با این دعا روز قیامت برای امتم شفاعت میکنم. خب یکی از مثال به کرامات اولیاء آن حدیثی که اثری که از حضرت عمر رضی الله عنه ثابت شده است، خیلی که در ابو نعیم اصبهانی روایت کردن با اسناد حسن. یک جیش را یا لشکر را به نهاوند فرستاده بودند. خب مثال به کرامات اولیاء از حضرت عمر رضی الله عنه میبیاریم. وقتی یک لشکری را به سوی نهاوند فرستانیدند
و آن لشکر به دشمن وا میخورد. در قفای یک کوه دشمن ها از قفای کوه می آمدند، مردم مسلمان می رفتند به طرف دشمن بیخبر از آن که در قفای کوه دشمن ها هستند. حضرت عمر در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه خطبه جمعه داشتند. ناگاه در بین گپشان، در بین خطبه حضرت عمر گفتند که یا ساریه الجبل الجبل، ای ساریه بکوه بکوه گفتند. مردم در خطبه حیران شدند. یعنی یک کلمه ای که به خطبه علاقمندی ندارد، ای ساریه بکوه بکوه. لیکن همین سخن ساریه در عراق شنیدند. یعنی این اگر این گپ یک صوفی نقل کند، مردمی مثلا کسی اگر عقیده مقصد از اصحاب حدیث و از عقیده متقدمین با خبر باشد، میگوید که این عقیده نادرست است میگوید. لیکن این حدیث صحیح است. یعنی کرامات اولیاء حق است، لیکن فقط فرق بین کرامات اولیاء و بین شعوذه، بین سحر و جادو و بین کرامات دروغین باید فرق کرده شود. حضرت عمر از بالای منبر یا جبل یا ساریه الجبل الجبل، ای ساریه بکوه بکوه گفتند. ساریه سرلشکر بود، سخن حضرت عمر شنید، بکوه بکوه شنید، آواز عمر. حیران شد و مردم گفت بکوه میبرایم. بکوه به بالا برآمدن که لشکر دشمن از پایان آمده گذشته رفت، یعنی سلامت ماندند. و وقتی که به یک ماه آمدند، این حادثه را به حضرت عمر نقل کردند و حضرت عمر خودشان میدانستند خیر این سخن گفتند. برای چی گفتی؟ گفته وقتی که پرسیدند دیدن حضرت عمر از بالای منبر حالت آنها برایشان نشان داده شد. این خیلی که الان ما با واسطه تلفن از اینجا به دیگر مشرق مغرب رو میبینیم، با وقتی که با نوار میبینیم عین زمان چی شده است، همین خیلی دیدن به تلفن. تلفن چی؟ موج است. موج که آفرید؟ الله تعالی آفرید. همون موج الله تعالی به حضرت عمر رضی الله عنه نشان داد، دیدن، هیچ باکی ندارد. خب این چونین سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، صحابی بزرگوار، وقتی که در یکی از جنگ ها سرلشکر بودند، به صحابه ها گفتند که بین دشمن و بین اینها بحر بود و یگان علاج از بالای بحر گذشتن نبود. گفتند که من در دل ما یک چیزی آمده ایستاده، شما چی میگویید؟ آنها گفتند که هر چی که کردی ما در راه الله تعالی هستیم، ما بندگان الله هستیم، ما در راه الله هستیم، چیکار فرمانده میکنیم؟ گفتند که این خیلی باشد از قفای من سیر کنید. گفتند در بالای بحر با اسبشان راه رفتند و از قفاشون صحابه ها گذشتن، فخاضوا الماء بخیولهم، از بالای آب با اسبهاشون گذشتن. فصارت الخیل کانها تمشی علی الرمال، اسبها راه میگشت گویا که آنها در بالای قم راه میگشتن. و عجایبش با این است که وصاروا یتحدثون و هم فی وسط النهر، در بالای دریا رفته ایستادن، در بالای اسباشون با بین همدیگر گپ زده روان میرفتن در مابین دریا. و هو یقذف بالزبد، دریا کوبک‌های خود، کفک خود را به بیرون برآورده میپرتافت. این کرامات اولیاء هست. اگر قسم یکم از خاطرتان نرفته باشد، از طریق علم و مکاشفات بود. یا در یک آیت، در یک حدیث الله تعالی یک فهم عجیب میدهد به یک بنده. فهم کشایش که شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که در همین قلعه دمشق وقتی که آخرین مراتب زندان شدن، یک نوع الله تعالی برای ما از خیله های علم و نوع های علم کشایش های داد که گفتند بسیار از علما این خیل کشایش تمنا میکردند. اگر این گپا دروغ باشد، مرحمت که دعوای شیخ الاسلام ایستاده است. خانت سخنهایی که شیخ الاسلام گفتند، سخنهای شخصی خودشون، به سخنهای دیگر عالما تقاس کنید که کی گفته است در زمانهای پیشین این خیل گپه؟ هیچ کسی نگفته است. سخنهای دارند که خاص سخن خودشون است، استنباط خاص است.
این کشایش الله تعالی است و این نوعش در بالای آب راه گشتن یا از بین آتش سلامت برآمدن، اینها کرامات اولیا هست. اینها از جمله دویمش تأثیرهای قدرتها، اینها فعلها هست. و این چنین از جمله چنینش خیلی که به خالد ابن ولید صحابی بزرگوار رضی الله عنه سرلشکر قائد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که یک قلعه را محاصره کردند، اهل قلعه در داخل قلعه هستند و در بالای قلعه هستند، اینها از 4 طرف آمده قلعه را احاطه کردند. چند روز منتظر شدند، تسلیم نمیشد. حضرت خالد رضی الله عنه میگفتند که تسلیم شوید. آنها گفتند که به یک شرط، اگر همین دینی که تو ما رو دعوت میکنی دین حق باشد، اللهی که تو ما رو به سوی او دعوت میکند اگر الهی حق باشد، انا همین چیز بخور، اگر زنده ماندیم ما میفرویم و تسلیم میشیم. گفتند زهر دادن. حضرت خالد بن ولید زهر گرفتن و بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم خوردن، هیچی نشدن غیر از اینکه کمتر عرق کردن. به نام اللهی که به نام او نه در آسمان و نه در زمین چیز ضرر نمیرساند، گفتند و زهر خوردن. اگر این کار برای دیگر مسلمانان جایز نیست، میخورد میمورد. لیکن اون ایمانی که آنها داشتن، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر یکی شما مانند کوه احد طلا صدقه کنید به نصف کف صحابه ها برابر نمیشد. برای چی؟ برای که آنها ایمان دارند، باوری به الله تعالی دارند که وای ایمان اون عملهایی که صحابه ها اجرا میکنند. بنابراین خیلی که ابوبکر ابن عیاش میگوید که ما سبقنا ابوبکر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ابوبکر صدیق ما رو با بسیار نماز خواندن و با بسیار روزه داشتن پیش نگذشت. رقم اولی مسلمان ها برای چی شد؟ بسیار نماز میخواد؟ نه. بسیار روزه میداشت؟ نه. خطار مردم نماز و روزه میداشت. ولكن بشيء وقر في قلبه، لیکن به یک چیزی که در دلش بود، یعنی ایمان. ببینید ایمان خالده. وقتی که زهر پیشنهاد کرد شبهه نکردن یا برای من مهلت من فکر کنم نگفتن یا یگان صحابه های عالم مشورت نکردن. همین زهر خور اگر زنده که ماندیم ما قصر میکشیم میبریم، یعنی تسلیم میشیم. گفتن که به یگان شک و شبهه و منتظری زهر گرفتن و خوردن، هیچی نشدند. این از کرامات اولیا. خب و برای چی شیخ الاسلام رحمت الله علیه در آخر عقیده واسطیه کرامات اولیا را ذکر کرده؟ یا امام طحاوی هم کرامات اولیا را ذکر کردن در عقیده طحاویه و گفتن که ما به کرامات اولیا ایمان داریم. گفتن برای چی؟ برای آنکه معتزله ها انکار کرامات اولیا میکنن، میگن ما به کرامات اولیا ایمان نداریم. یا اولیا کرامات داشته است، پیغمبرها معجزه داشتن، سحرگر و جادوگرها یک عملهای رو اجرا میکنه، چه خیلی که مردم ما میگن آب به قفا میگرداند، یا در نزد مردم در داخل آتش میدراید، یا کارد میخلد به بدنش، یا مار میقپد، یا در بین مثلا آتش و چیزهایی که بدن آدم میبرد راه میگردد، چیزی نمیشد. اینا چی فرق دارد؟ همش یک کس میگفتن. لیکن این آن چیزی که به پیغمبرها میشد و معجزه نام دارد. چه خیلی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آبی کم بود، دستای مبارکشون داخل آب کردند و وقتی که دستاشون گرفتن از انگشتاشون آب میچکید. از مایم اگر دستمون با آب گیریم دراریم و گیریم آب میچکد، لیکن کنده میشد. بعدی که از آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنده نشد، آمدن میگرفت. حتی چندین نفر صحابه ها هم سیر شدن، هم طهارت کردند، به همه کفایتی کرد. این یکی از معجزه هاشون. یکی از معجزه هاشون وقتی که مشرکای عرب اومدن گفت که این ماه به دو تقسیم کن، گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم با دستشون ماه هم تو کرده به دو تقسیم کرد. یک تاش به بالای یک کوه موندن، یک قسم دیگرش به بالای دیگر کوه موندن. حتی همین واقعه وقتی که اجرا کردن ایمان نآوردن، گفتن که این چشمای ما بست، سحرگری کرد. بعد یک ماه مسافرها اومدن،
ماه برای تمام دنیا یک ماه است. یک ماه پیش انشقاق قمر، جدا شوی و دو کفان شدن قمر ماه دیدید؟ گفته مردم مکه آنها پرسیدن که آنها گفتن که بله ماه به دو تقسیم شد، ما دیدیم. گفتن که سحر مستمر، سحری با قوت کرده است محمد. یعنی یک سحری کرده است که فقط به مکه نه، و تمام دنیا رسیده است. گفتن خلاصه این معجزه های پیامبر از بزرگترین معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم، یگانه معجزه ای که تا قیامت باقی ماند این قرآن کریم است. هر یک پیغمبر معجزه داشت، معجزه هاشون همراه خداشون رفت. حضرت موسی اگر عصاشون پرتان اژدها میشد، دستشون بتگی دستشون میماندن و میگرفتن، روشنی میداد. لیکن وقتی که موسی از دنیا گذشتن معجزه هاشون هم قطعشان رفت. حضرت عیسی اگر نابینای هم تو دستشون گده، اگر چشمش مالم بینا میشد، کل اگر سرش مالم مو میبرامد، مو شینانده نمیگشت، $1 به یک دان مو، یک کفشون گده هم تو مالدگیشون مو برامد، پیسه هم تو دستشون میمالیدن درست میشد. وقتی که حضرت عیسی برداشته شدن دیگه معجزه شون هم قطعشان رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چنین معجزه ها زیاد داشتن، همش همراهی خودشون رفت غیر قرآن. قرآن معجزه هست، یگانه معجزه ای که تا قیامت باقی میموند این قرآن است. قرآن معجزه چه خیل؟ قرآن کسی خواند، خواه کافر خواه مسلمان، اگر به زبان عربی معناش فهمد و باید به قرآن تسلیم شود. قرآن یعنی معجزه برای چی بود؟ یا آدمی کافر بیا دین مقدس اسلام رو قبول کن، گویم من برای چی این دین قبول کنم؟ این دین چی خصوصیت داشته است؟ چی فایده دارد؟ گویند پیامبرها مثلا معجزه نشان میدادن، بعد معجزه چیزی که دیگرها رو از این کار عاجز میکند، دیگرها از اجرای این کار ناتوان هستند. بعد ایمان می آورد، دید که پیغمبر حق است، ایمان می آورد. در زمانه ما قرآن است. اگر برای ما یگان معجزه نشان دهید در همین قرآن است. تلاوتش هم، معنایش هم، تفسیرش هم معجزه است. فقط فرق بین اولیای رحمان، کرامات اولیا و جادو و سحرگران چی است؟ در این باره شیخ الاسلام رحمت الله علیه کتاب دارند به نام الفرقان بین اولیای الرحمن و اولیای الشیطان. یک جلد است، در ضمن مجموع فتاوا هم به طبع رسیده است. فرقان یعنی علمی که بین اولیای رحمان و اولیای شیطان جدایی می اندازد. کرامات اولیا یکی از فرقیت هایش را به شما ذکر می کنم. کرامات اولیا سببش ایمان و تقوا هست. یک آدم اولیا هست، کرامت دارد، سببش چی است؟ ایمان، تقوا. اما احوال شیطانی چی؟ سببش گناه هست. سحرگرها اطاعت شیطان میکنند. مثلا سحرگر به نزدش جنی از جنها میبیاد، میگوید که به پایهایت قرآن را همچون پای افضال بند میگوید. اول جنوب شو میگوید، جنوب میشد. خواه با زنا، اساساً سحرگرها با محرم ها زنا میکنن، با مادر، خواهر، همین خیل، یا اینکه با یگان همین خیل گناه، زنای عادی نمیکند. زنا با یک زنی بیگانه زنا هست، لیکن با خویشاوندان بزرگ است، یا با همسری پدر مثلا بسیار عظیم است، یا با همسری پسر عظیم است، این زنای عادی نیست. یا با زنی همسایه. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدن که کدام گناه بزرگ است یا رسول الله؟ گفتن که ان تجعل لله ندا و هو خلقك، اینکه الله تعالی و شریک بیاری حالا اینکه الله تعالی تو را آفریده است، و ان تزانی بحلیلة جارک، اینکه زنی همسایه کدی زنا کنی، دختری همسایه کدی زنا کنی. با زنی بیگانه زنا کردن، با دختری بیگانه زنا کردن زنا است، حرام است، لیکن با دختری همسایه جرمش عظیم است. بعد شرکی به الله آوردن. یعنی همین گونه زناها رو میکند، جنوب میشد، بعد در بالای قرآن میبراید و قرآن رو برای خودش همچون پای افضل میبندد به پاهاش.
ثانی با همین راه گشته به حاجتخانه می درآید. در بالای قرآن ایستاده است، در حاجتخانه جنوب ایستاده است. بعد طلسم های شرکی میخواند. بعد شیطان ها میگویند یتبادرون الی طاعته، به طاعت همین جادوگر شتاب میکردیم. من طاعت شما رو میکنم، من طاعت تو رو میکنم، فرمان بده. بعد میگوید که رو فلان رئیس همیشه کن که مقصد از وظیفهش دلش خنک شود، وظیفهش ترک کرده رود، یا فلان زن و شوهر از همدیگر جدا کن. همیشه سپارش ها رو بعد میدهد. یعنی برای چی سپارش سحرگر اجرا می شود؟ به سبب کفر و گناه. وقتی که بنده از بنده های الله تعالی رو الله تعالی اکرام کند به سبب ایمان و تقوا. عمران ابن حسین بیماری بواسیر داشتند. بیماری بواسیر داشتند، بسیار درد غم میداد، اذیت میداد، الم داشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها را از طبابت کردن با کی منع کرده بودند. کی آتش را، آهن را در آتش تصفانیده به همون جای اذیت زیر میکنند به پوست انسان. همین نوع طبابت فایده دارد، شفا هست در همین نوع، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن. یعنی مکروه است، حرام نیست و مکروه است. کسی که همین نکند ثواب عظیم میگیرد، لیکن اگر کند گناهکار نمیشد. کی یک نمودی طبابت. بنابراین از جمله 70,000 نفر آدم هایی که به جنت به حساب و کتاب میداره اونایی که کی نمیکنند. حضرت عمران ابن حسین بیماری بواسیر داشت. بواسیر میدونید در مقعدش بیماری دارد، درد میکرد، اذیت میداد، آبوی چشمش میبرآمد، لیکن کی نمیکرد، صبر میکرد. بعد یک فرشته هر روز فرامده زیارت میکرد. از آسمان فرشته فرامده سلامت میکرد قدیش. شما اگر یگان رئیس و یگان امیر و یگان راهبر آمده هر بیگاه خبر گیرد و زیارت کرده برود، برای شما یک روح بلنده هست که فلان امیر آمده من زیارت کرده برفت دعا گرفته، مثلا فرشته فرامده سلامت کرده میرفت. میگوید وقتی که درد و علم زیاد شد دیگه وقتها گذشت، دیگه صبر نکردم و کی کردم. میگوید وقتی که کی کرد دیگه فرشته نفرامد. بعد مدت بعد بیمار شد، بیماریش با اوج گرفت. بعد دیگر کی نکرد، با همون فرشته فرامده زیارت میکرد. این گپ پیش از وفاتشان، روزهایی که جانشان نزدیک شده بود و در سکرات موت بودن، به یکی از نزدیکانشان خبر دادن که اون فرشته از روزی که دیگه کی ترک کردم باز همراه من سلام علیک میکند. بنابراین یکی از استادان بزرگوار ما وقتی که ما دانشگاه بودیم نصیحت کرده بودم استاد ما که استاد شما هر شب تهجد خوانید، وقتی که به وطن میرید تهجد خوانید، بعد سحر نماز بامداد رفته در جماعت خوانید و تا آفتاب برآمدن در مسجد به مردم درس دید. روزهای دوشنبه پنجشنبه روزه دارید، 5 وقت در مسجد جماعت خوانید و بعدی 5 وقت نماز به مردم درس و تعلیم دید. از بامداد تا پیشینه، از پیشین تا عصر، عصر تا شام، از شام تا خفتنه فقط درس دید. با کارهای دنیا مشغول نشوید. گفته یک چند با همخی عملها رو ذکر کنم. اون استادم گفته بودن که این خیل کنم فرشته ها فرامده سلامت میکند. گفته بودن واقعا چخیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث حنظله و ابوبکر، وقتی که حضرت حنظله به نزد ابوبکر میرد و میگوید که حنظله منافق شد، میگوید. بعد ابوبکر میگوید که برای چی منافق شد؟ منافق درویه، در نزد رسول الله دیگر رو دارد، در پیش خانهش دیگر رو دارد. منافقان میخه بودن آخر گفتن که ما ایمان آوردیم، ما مومن هستیم، لیکن آنها به الله و رسول صلی الله علیه و سلم روز قیامت ایمان نداشتند. بعد برای چی میگن ابوبکر؟ حنظله میگه که آخه ما در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر خیل آدم، وقتی که به خانه و به بازارها میبینیم دیگر خیل آدم. یعنی در مسجد وقتی که صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنویم یا آدمی به تقوا میشیم یا دیگر میشیم، با بعد 2-3 روز بازارهای کوچه ها میگردیم دیگر آدم میشیم. مگر این منافقی گری نیست؟
و حضرت ابوبکر درست میگوی گفتنو بیا به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته میپرسیم. گفته آمده پرسیدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لو تدومون علی ما انتم علیه لصافحتکم الملائکه فی الطرقات. اگر شما چی خیلی که در پیش من هستید همه وقت همون خیل باشید، کوچه ها و فرشته ها فراموده شما که سلامت میکنند. گفتن یعنی گپی استاد ما از هوا نبود، فرشته ها از آسمان فراموده سلامت میکنند. اگر شما همین ایمانتون همه وقت همین چی خیلی که در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود همین خیل باشد. اگر فهمیدید برادر عزیز؟ بنابراین یعنی که کرامات اولیا حق است و ما عقیده اهل سنت و الجماعت این است که به کرامات اولیا باور داریم، تصدیق میکنیم. لیکن اولیاها لا یشهرون الکرامات عن انفسهم، از خودشان کراماتشون به مردم مشهور نمیکنن، نمیگوین که مقصد من کرامت دارم، من این خیل شد آن خیل شد شب این خیل شد. گفته کراماتشون پنهان میکردن. و انما تقع لهم عند الحاجه، بعضی کراماتشون که ما باخبر شدیم در وقتهای حاجت به بعضی آدم ها ذکر کردن، با مقصد شرعی با مقصد نیک ذکر کردن به ما رسیده آمد. و الا در امت اسلام اینقدر اولیاها بودن که آنها کراماتاشون امروی خودشان پنهان کردن، نمی گفتن به کسی. اما از آن سحرگرها و جادوگرها اینا با حیله و با سحر و با گناه به دست می بیاید، با عبادت و طاعت نه. بنابراین علما گفتن که کرامات اولیای اگر از غیر اولیا اگر فرق کردن خواهید، به سنت به عملش به سنت این آدم نگاه کنید. همین آدم طبق سنت کار کند این اولیا، اگر طبق سنت کار نکنه این اولیا نه. بعضی صوفی ها بودن بی سواد بودن، علم ندارن، بله یک ذکری که در نزد آنها معروف است همون ذکر میکردن 1000 بار 10,000 مراتبه یا 1,000,000 مراتبه و با همین ذکراشون، ذکرهای هم ذکرهای شرعی نیست، ذکرهای مأثور از پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، مانند سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. این ذکرها مأثور است، اینا از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است. ذکرهایی که صوفی ها میکنن بعضیش عموما از پیش خداشون است، بعضی هاشون نامهای شیخاشون رو ذکر میکنن. اون بعضی صوفی های دیدیم آنها به شاگرداشون تعلیم میدادن که نام من 1000 بار میگیری یا 10,000 بار میگیری بعد به من شاگرد میشی، بعد دستی پیر میتیم مثلا. این ذکرهای باطل است. یعنی همین خیل کارهای کند و اگر به درجه کرامات اولیا دارم گوید این کرامات اولیا نه، کرامات شیطان است. گاه ها به صوفی ها و بعض آدم های بی سواد شیطان ها در صورت فرشته می فرامدن، مثلا در یک صورت سفیدی، در یک صورت مردی زیبا اومده، من الله تو تا امروز ذکرهای خوب کردی، من گناههای تو رو بخشیدم، تو میتوانی دیگر نمازهای فرض نخوانی، روزه رمضان نداری، برای تو اجازت من خودم شخصا اجازت میتیم که نداری. بعد اون صوفی ها نمی داشتن. ما صوفی های در عراق هم دیدیم که به مسجد به نماز جماعت نمی برآمد، شاگردش امامتی میکرد، با همون شاگردش هم سیگارت میکشد. گفتیم چون پیرت نماز نمی براید؟ میگفت که پیری ما و الله تعالی اجازه دادگی است که نبراید و به حق رسیدگی است. میگفت در شریعت ما این خیلی نیست که به یک آدم الله تعالی اجازه داده است که تو فرضهای نخوان. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم همه فرضها را اجرا میکردن، بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم همه صحابه ها کردن، سنت ها را کردن، نافله ها را کردن، همه آداب ها را رعایت کردن. یعنی این خیلی چیز نیست که الله تعالی به یک آدم خاص گوید که تو نکنی، نه برای تو اجازت. این دروغ است. بنابراین کرامات اولیا حق است و ما با کرامات اولیا ایمان میاریم و در این مثال هایی که گفتیم رد به اهل باطل است که به کرامات اولیا ایمان ندارند و به فکرم در همین قدر کفایتی میکنیم و با باقی مانده کتاب که شاید در درس آینده به خاتمه میرسد
در صحبت آینده انشاءالله شرح و معنی میگوییم. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما علم نافع و عمل صالح عطا بنماید و گناه های ما شما را مغفرت گرداند. در این دنیا مسلمانی واقع زیستن و از این دنیا با کلمه شهادت وفات کردن و در سرای آخرت همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و علمای و اولیاء الله هم نفس و هم نشست شدن را نصیب روزی گردانه. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.